الوعد وفا. بیا جانم برش. این دیگه چیه؟ دستمزد تو دیگه. دستمزد منه؟ بله. استاد سر این چقدره؟ 200 تومن. 200,000 تومن؟ صدقه که نمیدم عزیزم، حقته، دستمزدته. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. استاد سر جانم الان شما نگران نیستین که من این پولو ببرم و دیگه برنگردم؟ ذاتت اینو نمیگه. استاد سر خیلی مردی. میدونستم. کسی که ذاتش بده، بنیادش نه اصل وجودش بده، به هیچ وجه پرتو نیکان رو نمیگیره. هر چقدر هم آدمای خوب دور و برش باشن و بهش تعلیم بدن و آموزشش بدن، آدمی که ذاتاً بده تأثیر نمیگیره ازشون. میگه که درختی که تلخ است وی را سرشت، اگر برنشانی به باغ بهشت، و از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد همان میوه تلخ بار آورد. درختی که میوهش تلخه اگر تو بهشت بکاری و به جای آب عسل بدی پاش، بازم وقتی میوه میده میوه تلخ میده. ذاتش که عوض نمیشه.